قهرمان تاجیکستان باشگاه استقلال شهر دوشنبه شام 2 اکتبر سال 2023 در دایره دور دوم مرحله گروه لیگ قهرمان‌های آسیا 2023-2024 در گروه ی در مهمانی مقابل باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب 1-3 شکست خورد، ولی در عموم ایستادگی سزاوار و هنرنمای شایسته نشان داد. باید ذکر کرد که حساب را در بازی در دقیقه 44 حملگر استقلال سیننسبی کشاد و تا دقیقه 66 قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی پیش رفت بود. تنها در دقیقه 66 به ستاره رقم 1 دسته النصر کریستیانو رونالدو میسر شد که حساب را برابر کند. سپس بازیگر برزیلی تیم سعودی اندرسون تالیسکا باز 2 گل دیگر به دروازه استقلال زد، ولی در عموم مخلصان از بازی استقلال و اینکه دسته تاجیکستان از هیبت رونالدو و تیم او نترسیده بازی شایسته نشان دادند، راضی بودند و به شای استقلال را تفسیب کردند. در بازی دیگر گروه دسته التوهیل از قطر در میدان خود از تیم ایرانی پرسپولیس با حساب 0-1 شکست خورد. استقلال در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2023-2024 در مهمانی با پرسپولیس ایران بازی میکند. این رقابت 24 اکتبر در تهران برگزار می شود.